خب، سلام و عرض درود دارم خدمت دوستان. امیدوارم که حال همتون خوب باشه، آدینتون به خیر، آخر هفته خوبی داشته باشید. جلسه سوم نیچه خوانی رو آغاز میکنیم با محوریت متن کتاب چنین گفت زرتشت. جلسه قبل همونطور که دوستان حضور داشتن ما تا پایان بند 4 رو مطالعه کردیم و امروز بند 5 رو شروع میکنیم و امیدوارم که تا پایان این جلسه بتونیم تا آخر پیشگفتار رو تموم بکنیم. خب یه مقدار گفتم سرعتمون کند هستش با توجه به اینکه حجم کتاب زیاده، اما همونطور که جلسه قبل گفتم از اونجایی که پیشگفتار خیلی مهم هستش و به نوعی ما میتونیم در حقیقت به صورت فشرده بعضی از مفاهیم نیچه رو، بعضی از مفاهیم کلیدی نیچه رو در همین پیشگفتار ببینیم. این کند بودن ما قابل توجیه هستش و طبیعی هستش. جلوتر که بریم خب رویکرد موضوعی میشه وقتی میرسیم به بخش های چهارگانه کتاب و اونجا طبیعتاً سرعتمون بالاتر میره و خب طبیعتاً قبلش هم ما یک سری مفاهیم رو، یک سری ایده های کلیدی فلسفه نیچه رو توضیح دادیم، لزومی نیستش که برگردیم. ولی خب توصیه‌ای که من به دوستان میکنم برای اینکه انسجام اندیشه حفظ بشه و به فهم منسجمی از اندیشه نیچه برسن، جلسات قبل رو حالا در اوقات فراغتشون مرور بکنن یا خودشون به صورت خودجوش مراجعه بکنن به فلسفه نیچه و شرحش در تاریخ‌های فلسفه و یا خود آثار نیچه رو مستقیم بخونن. منظورم آثار دیگه نیچه هستش. هرچند من در این دوره یک نقب‌هایی میزنم و گریزهایی میزنم به اون آثار، اما خب بد هم نیست که خود دوستان هم مراجعه بکنن و حالا هر جا هم به مشکل برخوردن میتونن سوال بپرسن، چه داخل کلاس و چه بیرون از کلاس در شبکه‌های اجتماعی. خب ما بند 4 رو مطالعه کردیم. در بند 4 اگر خاطرتون باشه با دومین موعظه زرتشت روبرو بودیم. در حقیقت وقتی زرتشت از حالا کوهستان خودش اومد پایین، بعد از اینکه وارد شهر شد دید که یه عده مردم جمع شدن و منتظر شروع یک نمایشی هستن از سوی یک بندبازی که موضوع این بندبازی حالا بند 6 و 7 هستش که بهش میرسیم. زرتشت خب فرصت رو غنیمت شمرد و خواست اینها رو موعظه بکنه. 2 موعظه از زرتشت رو تفسیر کردیم که در موعظه اول میتونیم بگیم که با یک رویکرد سلبی رفت جلو و شروع کرد اون نظام اخلاقیات کهن رو، نظام اخلاقیات انسان، اخلاق سنتی رو به نوعی، متافیزیک سنتی رو به نوعی نقد کرد و در موعظه دوم که بیشتر به ابر انسان اختصاص داشت روی مفهوم ابر انسان بیشتر تأکید کرد و به نوعی یک سری نکات ایجابی رو درباره ابر انسان گفت. یعنی اگر تو بند 3 میگه ابر انسان چه چیزهایی نیست، در بند 4 میگه ابر انسان چه چیزهایی هست و در قالب حالا یک سری مفاهیمی مثل حالا عدالت ابر انسان چگونه خواهد بود، اخلاق ابر انسان چگونه خواهد بود، نگاه ابر انسان به فضیلت چگونه بوده، نگاهش در واقع به مفهوم رحم چگونه هستش، نگاهش به مفهوم شجاعت چگونه هستش. یعنی با یک سری نکات ایجابی در مورد ابر انسان روبرو بودیم. این نکات سلبی و ایجابی هر دو برای فهم ایده ابر انسان دوستان خیلی مهم هستش. چه بسا بیشتر نیچه به جای اینکه بگه ابر انسان چه چیزی هست میگه ابر انسان چه چیزهایی نیست. یعنی حالا جلوتر که بریم من توضیح خواهم داد که میشه 4 صورتبندی انسان رو در فلسفه نیچه دید. یکی همون انسان به ما هو انسان حالا چیزی که نیچه میگه انسان زیاده انسانی، همون انسانی که پیرو و اخلاقیات کهن هستش.
یک صورتبندی از انسان اینه. یک صورتبندی از انسان ابر انسانه که غایت نهایی نیچه هستش. یکی واپسین انسانه، یکی هم انسان برتره که خودشو در بندباز نشون میده. 4 تا صورتبندی از انسان نشون میده و میگه فقط یکی از این صورتبندی ها ابر انسانه. ما تو این بندهای قبلی فقط گفتیم که انسان ابر انسان اون انسان زیادی انسانی نیست، یعنی اون انسانی که پیرو انسان خدا باور سنتی، پیرو اخلاقیات سنتی نیست ابر انسان. حالا 2 صورتبندی دیگه هم از انسان داریم که میگه اونها هم باز ابر انسان نیستن، اشتباه نگیرید ابر انسان رو با اون 2 تا هم. و اونجا ما به فهم دقیق تری از ابر انسان میرسیم. پس این در واقع درک ایجابی و سلبی ابر انسان رو باید با هم یاد بگیریم. درک ایجابی ابر انسان، خب حالا وارد مفاهیم کلیدی فلسفه نیچه میشیم، مثل خواست قدرت، یا بهتر بگم بازم خواست توان، ویل تو پاور، و اترنال ریکارنس، بازگشت جاودان، که اونها از طریق اونها صورت ایجابی ابر انسان رو هم بهش خواهیم پرداخت. ولی الان بهتره که یاد بگیریم که اصلا ابر انسان چه چیزهایی نیست. چه بسا ما انسان‌های مدرن هم یکی از صورتبندی‌های همین انسان‌هایی باشیم که نیچه توصیف میکنه. یعنی ممکنه ما تعلق داشته باشیم به یکی از این صورتبندی‌ها و ضروری هستش برای اینکه حالا مفهوم ابر انسان رو درک بکنیم اینه که از این صورتبندی که درش قرار داریم باهاش آشنا بشیم و ازش خارج بشیم یا ازش فراتر بریم. و این یک ضرورت هستش در فلسفه نیچه. نیچه فلسفه نمیگه برای اینکه فلسفه بگه. فلسفه نزد نیچه با یک جور هدف عملی و پراکتیک همراهه. نیچه همیشه در فلسفه خودش، چه بسا زرتشت هم در همین کتاب، همش از عملگرایی و کارپردازی میگه. زرتشت میگه انسانهایی رو دوست دارن که به کار میپردازن، به شخصیت خودشون میپردازن. یعنی هدف یه هدف عملیه، هدف یه جور انسانسازیه. این شکلی نیستش که فقط هدف تئوری و نظریه پردازی باشه. مفاهیمی مثلا خواست قدرت و ابر انسان و اینها رو باید اینطوری درک کرد. قراره که یک اتفاق و یک تغییری در ما صورت بگیره. قرار نیست ما فقط فلسفه نیچه رو بفهمیم. خود نیچه اساساً مسئلهش اینه که یک تبدیل سرشت در ما اتفاق بیفته، یعنی یه هدف عملی پشت این باشه. بعد از اینکه ما این کتابو خوندیم دیگه اون انسانی نباشیم که کتابو نخوندیم، یه تبدیل شده باشیم به یه انسان دیگه. این در واقع هدف و غایتی هستش که باید پشت این موضوع باشه. و گفتم هدف از فلسفه نیچه یک جور شفاه، یک جور درمانه. خود زرتشت هم در این کتاب میگه من برای خود زرتشت یک شفا یافته است، درمان شده از اون در واقع انسان مریض بیمار خودگناه پندار پیرو اخلاقیات کهن، پیرو اخلاق بردگی و پستمنشانه خارج شده و حالا میخواد ارزش‌های نو بیافرینه. ما هم همچون زمین‌هایی هستیم باید که این آمادگی رو باید پیدا بکنیم که محصول جدیدی رو در خودمون پرورش بدیم و این محصول جدید همون ارزش‌های جدیده. اما همونطور که گفتم برای اینکه ما ارزش‌های جدید رو در خودمون بیافرینیم، ارزش‌هایی که مبتنی بر ابر انسان هستن، این ارزش‌های جدید رو در خودمون بیافرینیم، لازمش اینه که اون ارزش‌های قدیمی رو اول بشناسیم و بفهمیم که اون ارزش‌های پوچی بودن، ارزش‌هایی بودن که باورها و ارزش‌هایی بودن که منشأشون نیروهای پست و واکنشگرانه‌ای بودن، منشأشون اون در حقیقت اخلاق بردگی بودن. اونها رو که در واقع ما بشناسیم میتونیم ازشون عبور بکنیم. به خاطر همین در فلسفه نیچه اساسا فلسفه ارزش هاست بچه‌ها. مفهوم و ایده ارزش ایده کلیدی در فلسفه نیچه است. نیچه از ارزیابی دوباره ارزش ها صحبت میکنه. ارزیابی دوباره ارزش ها باعث میشه که ارزش های جدید خلق بشه، ارزش های جدیدی که مبتنی بر ایده ابر انسانه. و من این نوید هم به شما بدم دوستان که اتفاق خوبی خواهد افتاد اگر این مسیر رو درک بکنید. این مسیر همون مسیر خیلی خطرناک، نمیخوام بترسونمتون،
اما یک مسیر خطرناکیه، یک مسیریه که روی در واقع به قول معروف لبه تیغ داره حرکت میکنه. همین بندبازه است. حالا بریم جلوتر، بندبازیه که میخواد از روی این بند رد بشه، هر لحظه ممکنه بیفته. اگر راست بیفته میره تو وادی یک چیز دیگه، اگر از چپ بیفته میره تو وادی یک چیز دیگه. عبور از این بند و رسیدن به ابرانسان مسیر طبیعتاً پر از سنگلاخیه که باید خیلی مراقبت بشه و خیلی هم درش هوشیاری و به نوعی حتی یک جور میشه گفتش که تزکیه درش باشه. و این نوید رو به شما بدم که بعدش اتفاق خوبی برای شما خواهد افتاد، از این نظر که خواهید فهمید که در حقیقت یک سری ارزش‌هایی وجود داشته، یک سری باورهایی وجود داشته که بهش اعتقاد داشتید و اساساً این باورها و ارزش‌ها شما رو در بند گرفته بودن، شما رو به اسارت گرفته بودن. خواهید فهمید که منشأ بسیاری از نگرانی‌ها و استرس‌هاتون ریشه در این باورها و ارزش‌ها داشته که این باورها و ارزش‌ها نیروهای اسارت بخش بودن، رهایی بخش نبودن. و وقتی شما این باورها و ارزش‌ها رو از خودتون رها می‌کنید، درسته که مرحله سختیه، یک جور پوست اندازیه، با درد همراهه، چون به هر حال شما دارید تبدیل میشید به یک کس دیگه و این تبدیل شدن، این تبدیل سرشت کاریه که طبیعتاً دردناک هستش، چون با یک سری باورهایی دارید روبرو میشید که اینها بخشی از هویت شما بوده. دارید خودتون رو یک جورایی با پتک میتراشید. این تراشیدن با پتک مفهوم اساساً نیچه‌ای هستش، فلسفیدن با پتک. این خب دردناکه، اما چیزی که از توش میاد بیرون یک مجسمه زیبایی هستش که در خور ستایش خواهد بود و طبیعتاً رهایی منجر خواهد شد. یعنی این قایت فلسفه نیچه، اگر از من بپرسن قایت فلسفه نیچه چیه، میگم رهایی. اگر من میگن ابرانسان چه جور انسانیه، میگم ابرانسان انسانیه که آزاد شده، انسانیه که رها شده، انسانیه که دیگه رنج رو به مثابه رنج نمیفهمه، رنج رو تبدیل میکنه به یک منشأی برای شادی. انسانیه که از بندگی، از اسارت، از رنج، از نیروهای واکنشگر زندگی، از اخلاق بردگی رها شده و این رهایی لذت بخش خواهد بود اگر پا به پای زرتشت و پا به پای نیچه در حقیقت پیش برید. لزومی هم نداره فکر کنید که در نهایت، ببخشید من خیلی دارم مقدمه میچینم اما اینها ضروری هستش، لزومی هم نداره که تهش مثلا فکر کنید که باید حتما به ایستگاه آخر برسید. نه، همین که از یک صورتبندی انسان به یک صورتبندی دیگه انسان در واقع بتونید راه پیدا بکنید، خودش یک گامی هستش. اما نباید تو اون گیر بکنید، باید در حقیقت بدونید که هدف هستش که باید در نهایت به ابر انسان ختم بشه یا حداقل به ابر انسان نزدیک بشید. این از این. اگر سوالی نیستش من بند 5 رو شروع میکنم و حالا پیشنهادم میکنم اگر هم سوالی هست و سوالی به ذهنتون میرسه، یک جایی یک سوء تفاهمی به ذهنتون میرسه، یک شبهه‌ای براتون ایجاد میشه، اون رو حالا یادداشت بفرمایید. آخر کلاس بنده حتما توضیح خواهم داد در حد دانش و سواد خودم. موضوع بند 5 خب گفتیم واپسین انسان. دو بند قبلی با یک جور شکست زرتشت روبرو بودیم، یعنی زرتشت اومد اینا رو موعظه کرد، هم در مورد ویژگی‌های منفی خودشون گفت، هم در مورد ویژگی‌های مثبت ابر انسان گفت، یعنی ساحت ایجابی ابر انسان رو برای اینا باز کرد در قالب نگاهش به عدالت و شجاعت و اینجور چیزها. اما اینا اصلا نگرفتن این چی میگه، یعنی اصلا متوجه حرف‌های زرتشت نشدند و اصلا یه جایی فکر کردم داره راجع به بندباز صحبت میکنه و اینها. و حالا جلوتر که بریم میگه من دهانی، زرتشت میگه من دهانی برای این گوشها نیستم. که زرتشت تو بند 5 تصمیم میگیره که از یک راه دیگه ای وارد بشه برای موعظه کردن و به اصطلاح هدایت اینها. میخونم بند 5 رو شروع میکنم. زرتشت چون این سخنان را بگفت باز در مردم نگریست و خاموش شد. آنگاه با دل خود گفت اینان می ایستند و میخندند، اینان مرا در نمیابند، من دهانی بهر این گوشها نیستم. همون چیزیه که گفتم دیگه، یعنی اساسا نفهمیدن زرتشت چی میگه. زرتشت از دهانی بهر این گوشها نیست. زرتشت داره تو یک منطقی، تو یک شبکه مفهومی حرف میزنه، تو یک پارادایمی صحبت میکنه
که اساسا اونها به این پارادایم، تمام درها برای ورود به این پارادایم بسته است. اونها اصلا توی پارادایم دیگه‌ای دارن زندگی میکنن، توی جهان دیگه‌ای، یعنی اصطلاحاً حالا به زبان ساده تو باغ نیستن، بهش میخندن، فکر میکنن داره جوک میگه اصلا. و به خاطر همین میگه زرتشت میگه اصلا من دهانی بهره این گوش ها نیستم. آیا نخست میباید گوشهایشان را فرو کوفت تا بیاموزند که از راه چشم بشنوند؟ این نکته خیلی مهمی هستش که زرتشت میگه که باید ما اول بیایم گوشها رو در واقع فرو بکوبیم، اول بیایم کلن ذهنیت اینها رو عوض بکنیم. اون ذهنیتی که حالا اینجا در تمثیل گوش و چشم خودشو نشون داده، اون ذهنیتی که مبتنی بر چیه؟ اون ذهنیتی که مبتنی بر عنصر شنیدنه، یعنی عنصریه که مبتنی بر موعظه هستش، مبتنی بر ایده ها هستش، مبتنی بر به قول معروف یک جور عقلانیت هستش، چون نیچه خب منتقد اون نوع عقل گرایی هم هست دیگه. و به اینها آموختن با چشم رو بیاموزیم، یعنی یک جور دیدن و بصیرت، یک جور شهود رو ما جایگزین اون فهم مبتنی بر استدلال بکنیم. گویا در حقیقت این نگاه مبتنی بر استدلال جواب نداده و خب فلسفه نیچه مبتنی بر یک جور شهود هم هست دیگه، یعنی انسان باید برای اینکه تبدیل سرش درش اتفاق بیفته از طریق شهود و بصیرت به اون برسه، نه اینکه صرفا از طریق استدلال. به خاطر همین میگه تا بیاموزند که از راه چشم بشنوند. اینجا منظور از راه چشم شنیدن به نوعی همین هستش. یک نکته‌ای هم که باید اینجا مد نظر داشته باشیم، یک اشاره‌ای هم از خلال این جمله میتونیم به کتاب انجیل داشته باشیم که گفتم خیلی از جاها داره یک نقیضه گویی رو، یک نگاه آیرونیک داره نیچه به انجیل و داره به نوعی نقد میکنه اون مفاهیمی که در انجیل وجود داره. در انجیل میگه عیسی گفت از این جهت با ایشان به مثلها سخن میگویم که نگرانند و نمیبینند و شنوا هستند و نمیشنوند و نمیفهمند و در حق ایشان نبوت اشعیا تمام میشود که میگوید به سمع خواهید شنید و نخواهید فهمید و نظر کرده خواهید نگریست و نخواهید دید، زیرا قلب این قوم سنگین شده و به گوشها به سنگینی شنیدند و چشمان خود را بر هم نهادند مبادا به چشمها ببینند و به گوشها بشنوند و به دلها بفهمند و بازگشت کنند و من ایشان را شفا میدهم. متنی که خوندم براتون از انجیل متی هستش، باب 13 صفحه 13 الی 15 که سخنان منسوب به عیسی هستش. اینجا داره نیچه با این بازی که بین شنیدن و دیدن میکنه یک اشاره‌ای میکنه به انجیل و به نوعی هم رسالت خودش رو هم سنگ انجیل میبینه زرتشت، همینجا در واقع همون چیزی که گفتم داره اتفاق میفته، یعنی اینکه اساساً یک سری گوش‌ها نمیشنوند و یک سری چشم‌ها نمیبینند. ابتدا باید از بنیان و از ریشه یک چیزی درون انسان تغییر بکنه تا گوش‌ها آماده شنیدن بشن و چشم‌ها آماده دیدن. ما گاهی اوقات هستش که اصلا یه چیزی رو داریم نگاه میکنیم اما نمیبینیمش، یعنی نگاهه وجود داره اما اون نکته و اون حالا مطلبی که در اون موضوع هستش رو به دقت نمیتونیم نگاه بکنیم، یعنی دیدنه هست، عمل دیدن داره اتفاق میفته اما اون چیزی رو که باید ببینیم نمیبینیم. یعنی اول باید بینش ما تغییر بکنه، مخلص کلام این هستش، اول باید نگاه ما تغییر بکنه، اول یاد بگیریم که دیدن چیه. این خودش مسئله‌ایه که خیلی مهم هستش که ما قبل از اینکه ببینیم دیدن بیاموزیم، ما قبل اینکه بشنویم شنیدن بیاموزیم که آیا ما واقعا دیدن بلدیم. و نیچه تاکیدش بسیار روی این هستش و اینجا تاکیدش دیدن در برابر شنیدنه، یعنی فهمی که از طریق بصیرت و شهود به دست میاد و فهمی که صرفا از طریق موعظه و استدلال به دست میاد که نیچه این دومی رو ترجیح میده. جلوتر میگه یا میباید همچون کوس و واعظان توبه غریو برکشید. اینجا هم در واقع داره نقد میکنه اون رویکرد سنتی رو که مبتنی بر در واقع همون موعظه واعظان هستش که دائم تو انجیل هم هست
که انسان رو دعوت میکنن به توبه و اینها. خب نگاه نیچه آشکارا در برابر این نگاه و رویکرد مسیحی قرار داره که انسان رو گناهکار میبینه و که میخواد هی وادارش بکنه که توبه بکنه. یا اینام تنها گنگان را باور دارن. گنگان هم یعنی کسانی که کرولال هستن. اینجا هم در واقع کرولال بودن و گنگ بودن هم باز یک نگاه تمثیلیه دیگه، یعنی کسانی که اساساً به قول معروف هیچ در درون خودشون صاحبی هیچ گونه بصیرتی نیستن، آدم‌های گنگی هستن. اینان را چیزی است که بدان میبالند، چه مینامند آن مایه به خود بالیدن را. داره این انسان‌ها رو میگه، همین انسان‌هایی که اینجا تجمع کردن رو که حرف زرتشت رو نمیفهمن. میگه اینها انسان‌های مغروری هستند، اینها دارن خودشون میبالند. این غرور است که نمیذاره اینها بشنوند، ببینند و موعظه زرتشت رو بفهمند. این چیه؟ این مایه به خود بالیدن چیه؟ جلوتر میگه فرهنگ مینامندش و همان است که ایشان را از بزچرانان برتر می نشاند. نیچه رو بچه یک فیلسوف فرهنگ میدونند، به این معنا که نیچه در وهله اول منتقد فرهنگ هستش. وقتی میگی منتقد فرهنگ هستش، منتقد کدام نوع، چه نوع فرهنگی هستش؟ منتقد فرهنگی هستش که با ابزار خردگرایی، عقلگرایی، رشنالیسم و علمگرایی، ساینتیسیست، اومده بر زندگی انسان غالب شده و انسان رو از طبیعت و غریزه خودش دور کرده. خب این تو زندگی الان ما هم وجود داره، یعنی ما هم اگر ادامه بخشی از همون ادامه جهان مدرن باشیم، با این مفهوم فرهنگ در هم تنیده شدیم. فرهنگی که ریشش در عقلگرایی و علمگراییه، یعنی این رویکرد عقلگرایانه و این رویکرد علمگرایانه چنان بر ما غالب شده و چنان زندگی ما رو در چنگال خودش گرفته که ما رو از غریزه و طبیعت انسانی خودمون دور کرده. به اصطلاح منجر به یک جور الینیشن شده، منجر به یک جور از خود بیگانگی در انسان شده و انسان هم خیلی به این فرهنگ خودش افتخار میکنه، یعنی خیلی به خودش میباله و خیلی مغرور هستش از این به اصطلاح فرهنگی که به دست آورده که گویا نیروهای طبیعت رو، جهان رو در سیطره خودش گرفته و تبدیل شده به اشرف مخلوقات و به قول معروف تمام طبیعت دارن در برابر این کرنش میکنن. صاحب علم، صاحب اندیشه است، صاحب هنر هستش و از این نظر انسان مدرن خیلی به خودش میباله. ولی ماحصلش چیه؟ ماحصلش یک جور دور شدن انسان از طبیعت خودشه، دور شدن انسان از زندگی و نیروهای حیاته و از خود بیگانگی هستش. آورده این فرهنگ به اصطلاح نیهیلیسم هستش و نیچه این فرهنگ رو شدیداً مورد نقد قرار میده که میگه این فرهنگ از انسان چیزی غیر انسانی ساخته. این فرهنگ مبتنی بر یک جور فایده گرایی و فایده باوری هستش که انسان در خلال این فرهنگ هر چیزی رو برای فایده اون چیز میجوید و نیچه سخت منتقد این فرهنگ هستش. به اصطلاح انسان‌هایی که متمدن شدن، یعنی انسان‌هایی شدن که کت شلوار میپوشن، کراوات میزنن، خیلی به اصطلاح خودشون رو انسان‌های فرهنگی جلوه میدن. حالا بیشتر اینجا نقد رو میشه به طبقه بورژوا وارد کرد. انسان‌های بورژوایی که خودشون رو صاحب فرهنگ و اندیشه میدونن ولی از درون پوچ هستن، از درون هیچ به قول معروف آورده‌ای از خودشون ندارن و به اصطلاح از طبیعت و انسانیت خودشون هم دور شدن. این فرهنگی که مبتنی بر به اصطلاح علمگرایی هستش، مبتنی بر رویکرد عقل باورانه به جهان هستش، نیچه دقت بکن، نیچه ضد علم و ضد عقل نیستا. من جلسه قبل هم گفتم ضد علم زدگی و عقل زدگیه، یعنی عقلی که فکر میکنه میتونه همه چیز رو توضیح بده، همه چیز رو توجیه کنه و سرور جهانه. نیچه منتقد این عقله. این عقل یک نوع عقل ابزاریه، عقلیه که به اصطلاح در خدمت فایده جویی انسان هستش، عقلی نیستش که صرفا در خدمت حقیقت باشه. از اون طرف علمگرایی هم نقد میکنه، ساینتیسیسم هم نقد میکنه.
مخالف علم نیست، مخالف علم زدگیه. علمی که فکر میکنه که حالا خدا رو گذاشته کنار و خودش تبدیل شده به خدای جدید و فکر میکنه که میتونه همه چیز رو توضیح بده، میتونه انسان رو خوشبخت بکنه و اینها. نیچه مخالف این نوع علمگرایی هم هست. گفتم بهتون جلسه قبل نیچه همونقدر که مخالف اون روی کرده سنتی خداباورانه اخلاق سنتی هستش، اینور مخالف علمگرایی و علمزدگی، بی خدایی برآمده از علمگرایی هم هستش. بی خدایی برآمده، حالا اساسا این رو بی خدایی هم نمیدونه، یک صورت جدیدی از خداباوری میدونه، بهتر بگیم یک صورت جدیدی از بت باوری میدونه. یعنی یک خدا کنار گذاشته شده، یک بت کنار گذاشته شده و یک بت جدید اومده به نام علم. و این ویژگی های تمام این بت ها چیه؟ ویژگی های تمام این بت ها اینه که همشون بر علیه نیروهای زندگی هستن. همشون زندگی رو سرکوب میکنن، طبیعت رو سرکوب میکنن، نیروهای غریزه رو سرکوب میکنن. فکت های علمی به عنوان خدایان جدید هم از این ویژگی حائز این ویژگی هستن. یعنی باز هم یک بت جدید خلق کرده به نام علم که این بت جدید هم باز داره انسان رو از خود حیات، خود نیروهای حیات دور میکنه، انسان رو از طبیعت خودش دور میکنه، از انسان یک ربات میسازه، یک زامبی میسازه. نیچه منتقد این فرهنگه و اینجا منظور از فرهنگ که به این انسان‌ها نسبتش میده این هستش. میگه فرهنگ مینامندش و همان است که ایشان را از بزچرانان برتر مینشاند. داره اینجا تیکه میندازه دیگه، میگه این چیزیه که اونها به خودشون میمالن که حالا شهرنشین شدن، حالا تبدیل شدن به یک طبقه با فرهنگ شهروند اصطلاحاً، که خب دیگه مثلا بزچرون نیستن دیگه، دهاتی نیستن. میگه تنها فرقشون، تنها چیزی که اینها به خودشون میبالن از فرهنگ فهمیدن اینه که خب ما تبدیل شدیم به انسانهای متمدنی که دیگه با گاو و گوسفند و اینا سر و کار نداریم. از این رو دوست نمی‌دارند که واژه خار را درباره خیش بشنوند، پس با غرورشان سخن خواهم گفت. خب تا الان رویکرد زرتشت یک رویکرد در واقع خار شمارنده بود دیگه، داشت میگفتش که شما در واقع به پستی و خاری رسیدید. اما ویژگی این انسان‌ها که همون انسان‌های به اصطلاح مدرن و با فرهنگ امروزی هستن اینه که خوششون نمیاد کسی بهشون بگه خار و پست و اینها، خوششون نمیاد کسی این حقیقت رو براشون برملا کنه. انسان یکی از ویژگی‌هاشون اینه که انسان‌های مغروری هستن. پس زرتشت اینجا به این نتیجه میرسه که من رویکرد اشتباهی رو در برابر این انسان‌ها به کار بردم، من باید برم سراغ غرورشون. اینا انسان‌های مغروری هستن، از اون راه وارد بشم برای اینکه اینها رو بتونم متقاعدشون بکنم. جلوتر میگه پس من از خار شمردنی ترین کسان با ایشان سخن خواهم گفت و آن واپسین انسان است. موضوع بند 5 بچه‌ها همین ایده واپسین انسان، یک صورتبندی دیگه‌ای از انسان که نیچه منتقدش هستش و اون رو در برابر ابر انسان میدونه. واپسین انسان، واپسین انسان در حقیقت میشه گفت همون انسان مدرنه. ما از انسان سنتی صحبت کردیم، منظورمون از انسان سنتی همون انسان زیاد انسانیه، انسانی که پیرو اون اخلاقیات سنتی و متافیزیک سنتی هستش که در موردش صحبت کردیم. انسان خداباوری که درکش از خدای سنتی یک ایده استعلایی هستش، یک ایده ترانسندنتال هستش. و اینجا میاد یک صورتبندی دیگه ای رو از انسان معرفی میکنه به نام واپسین انسان. و جالبه که میگه که از خار شمردنی ترین کسان با ایشان سخن خواهم گفت و آن واپسین انسانه. یعنی نیچه میگه واپسین انسان خار شمردنی ترین شکل انسانه. این خیلی مهمه، یعنی واپسین انسان رو از اون انسان صورتبندی سنتی که از انسان ارائه داد از اون هم خارتر میدونه، از اون انسان خداباور پیرو اخلاقیات سنتی هم واپسین انسان رو خارتر میدونه. واپسین انسان هم به نوعی، حالا جلوتر بریم با ویژگی‌هاش آشنا میشیم، دستتون میاد که واپسین انسان همون انسان مدرن، انسان‌هایی که زمان نیچه زندگی میکردن و تا الان، تا زمان ما هم ادامه پیدا کرده و چه بسا الان هم وجود داشته باشن و غالب باشن. و ویژگی انسان مدرن رو به نوعی نیچه اینجا به نقد میکشه. واپسین انسان جلوتر که بریم متوجه میشیم، واپسین انسان دیگه اون انسان سنتی نیستش، انسان خداباور سنتی نیستش، انسانیه که دیگه اعتقادش رو به خدا از دست داده
یعنی به اون بیخدایی رسیده، اما به یک ورطه خیلی خطرناکتری سقوط کرده، یعنی به یک وضعیت خیلی بدتر و تحقیرآمیزتری از اون انسان آموزه سنتی افتاده که نیچه سخت با این رویکرد مخالف هستش که حالا جلوتر که بریم ویژگی های این واپسین انسان رو میفهمیم. و زرتشت با مردم چنین گفت: اکنون وقت آن است که انسان هدف خیش را فراروی نهد. اکنون وقت آن است که انسان تخم برترین امیدش را بکارد. زمینش هنوز برای آن چندان که باید غنی است، اما این خاک روزی تنکمایه و سترون خواهد گشت و دیگر درختی بلند از آن نتواند رست. اگر یادتون باشه من جلسه قبل گفتم یکی از مراحل ورود به وادی ابر انسان اینه که ما از اون ایده انسان زیادی انسانی، از اون ایده انسانی که پیرو اخلاقیات سنتیه باید عبور بکنیم. اما وقتی از اون در حقیقت اون صورتبندی انسان عبور میکنیم ممکنه که با یک خطر خیلی دست و باگیرتری ممکنه روبرو بشیم و این خطر همون واپسین انسانه، یعنی ممکنه بیفتیم تو وادی واپسین انسان و همون چیزیه که گفتم دیگه، مثل اون بندبازی که روی بند داره راه میره، یعنی از خدایان سنتی جدا شده، از اون ایده ها و ارزش های سنتی و کهنه جدا شده، اما الان ممکنه که از این ور بند بیفته و سقوط بکنه به حالا به اصطلاح وادی ضلالت و نیهیلیسم. بنابراین واپسین انسان مرگ خدا رو باور کرده. اگر واپسین انسان رو همون انسان مدرن، واپسین یعنی آخرین دیگه، اگر آخرین انسان رو همون انسان مدرن بگیریم، این انسان مرگ خدا رو باور کرده و این خودش یه آغازه. یعنی تبدیل به، جلوتر که ببینیم، تبدیل به یک خمیره بیشکلی شده. یعنی اینجا هم منظور از این جمله اینه، میگه زمینش هنوز برای آن چندان که باید غنی است. یعنی تبدیل شده به یک زمینی که بیشکل، اون شکل سنتی متافیزیک سنتی رو کنار گذاشته و تبدیل شده حالا به یک زمینی که میشه توش یک سری ایده ها رو، یک سری بذرها رو، یک سری ارزش های جدید رو بارور کرد. به خاطر همین میگه اما این خاک روزی تنکمایه و سترون خواهد گشت. اما اگر طول بکشه، اما اگر بهش توجه نشه، اما اگر بره تو وادی زلالت، بره تو وادی در واقع تنپروری، بره تو وادی غرور و اینجور چیزها، ممکنه این خاکی که حالا آماده کشت هستش سترون بشه، عقیم بشه و دیگه هیچ درختی، هیچ ارزش جدیدی، هیچ ابر انسانی از توش نتونه رشد بکنه. دردا زمانی فرا رسد که انسان دیگر خدنگ اشتیاق خود را فراتر از انسان نیفکند و از زه کمانش خروشیدن را از یاد ببرد. میگه ممکنه زمانی برسه که دیگه انسان اساساً اون شور و اون اشتیاقی که درش وجود داره برای درک ارزش‌های جدید، برای نیل به سوی ابر انسان شدن رو، برای نیل به سوی اینکه توانها و استعدادهای خودش رو بتونه به بیان در بیاره، ممکنه اون اشتیاق دیگه از بین بره، یعنی بره تو وادی واپسین انسان بغلطه و دیگه آماده پذیرش اون ارزش‌های جدید، ارزش‌هایی که مبتنی بر ابر انسانه نشه. با شما میگویم انسان را در درون خمیره‌ای میباید تا اختری رقصان از او بزاید. شما را میگویم که هنوز در خود خمیره دارید. همون چیزیه که گفتم، در انسانی که حالا مرگ خدا رو باور کرده به یک خمیره بیشکلی تبدیل شده که میتونه حالا مفهوم ابر انسان رو در خودش باور بکنه. به خاطر همین میگه هنوز در خود خمیره‌ای دارید. دردا زمانی فرا رسد که از انسان دیگر اختری نزاید. اختر هم میشه خورشید دیگه، و میگه خورشید، میگه اختری رقصان، خورشیدی رقصان. وقتی میگه خورشیدی رقصان، در مورد مفهوم خورشید و رقص و اینها در فلسفه نیچه صحبت کردیم. انسانی که آزاد شده، رها شده از چنگ اون ارزش‌های سنتی، بیرون اومده و به زندگی آری میگه. حالا چی رو اولین چیزی که به دست آورده چیه؟ اولین چیزی که به دست آورده شادیه. این شادی و این آریگویی به زندگی خودش رو در
تمثیل رقص نشون میده. اختر هم که همون خورشیده، در واقع جایگاه نور هستش و به نوعی در برابر اون تاریکی و نیهیلیسم قرار میگیره و به خاطر همین میگه تبدیل به اختری رقصان میشه. انسانی که از این در حقیقت اون دام و اسارت متافیزیک سنتی بیرون اومده، حالا تبدیل شده به یک اختر رقصان، یعنی انسانی که به زندگی آری میگه و به رهایی و شادمانی رسیده. میگه این انسان قبلش باید یک خمیره پیدا بکنه و شما الان به واسطه این که مرگ خدا رو باور کردید اون خمیره رو دارید. دردا زمانی فرا رسد که از انسان دیگر اختری نزاید، دردا زمانی خار شمردنی ترین انسان فرا میرسد، انسانی که دیگر خود را خار نتواند شمرد. خیلی مهمه بچه‌ها. میگه که اوکی، این وقتی مرگ خدا رو باور کردی، وقتی از اون چنگ ارزش‌های سنتی بیرون اومدی، حالا یک خمیره بیشکلی داری، یک زمین حاصلخیز و دست نخورده و بکری داری که میشه توش ارزش‌های مبتنی بر انسان رو فعال کرد. اما اگر زمانش بگذره، اگر از روی این بند سقوط بکنی و به قول معروف از این زمین حاصلخیز و دست نخورده نتونی استفاده بکنی، به یک وادی بدتر از اون چیزی که بودی سقوط خواهی کرد و اون وادی واپسین انسانه. میگه دردا زمانی باز هم میگه خار شمردنی ترین انسان فرا میرسد، انسانی که دیگر خود را خار نتواند شمرد. یعنی حتی انسانی که دیگه نمیتونه خودشو خار بشماره، اون انسان اخلاق سنتی که باید هنوز خدا باور هستش و باید ازش عبور کرد، یک ویژگی داره و اون اینه که قابلیت این رو داره که خودش رو لااقل خار بشماره، متوجه خاری و پستی خودش بشه، متوجه ارزش‌های در واقع اسارت بخش درون خودش بشه و بتونه از اونها رهایی پیدا بکنه. اما این واپسین انسان حتی خاری خودش هم نمیتونه درک بکنه که بخواد از اون رهایی پیدا بکنه. به خاطر همین خیلی وادی خطرناکیه. میگه هان به شما واپسین انسان را نشان میدهم. ادامه میگه عشق چیست؟ آفریدن چیست؟ اشتیاق چیست؟ ستاره چیست؟ واپسین انسان چنین میپرسد و چشمک میزند. میگه که این واپسین انسان دیگه اساساً فقط میپرسه عشق چیست؟ آفریدن چیست؟ اشتیاق چیست؟ ستاره چیست؟ این مفاهیم دیگه براش معنایی نداره. یعنی اینها رو به سخره میگیره، اینها رو میپرسه و چشمک میزنه. این چشمک زدنه چند بار تو واپسین انسان نیچه میگه چشمک میزنه، دنبال در حقیقت به نوعی همدست میگرده و این مفاهیم دیگه براش معنی نداره. عشق و آفریدن و اشتیاق و ستاره، میگه این چرت و پرتا چیه؟ اینا اساسا مفاهیم بی‌معنایی هستن. داره انسان مدرن رو تشریح میکنه بچه‌ها، انسانی که به بی‌معنایی رسیده و حالا اون ارزش‌های سنتی رو کنار گذاشته اما ارزش جدیدی هم جایگزینش نکرده و این وادی خیلی خطرناکیه. یعنی انسانی که چون اون ایده خدا مرده است که صحبت کردیم راجبش، گفتیم به معنای کنار گذاشتن نظام اخلاقیاتی کهن هستش، به معنای بی اخلاقی نیست. یعنی به معنای این نیستش که حالا ما دیگه به بی اخلاقی برسیم و به معنای همه چیز مجاز است نیست. اما واپسین انسان مرگ خدا رو اینطوری فهمیده که به معنای بی اخلاقی فهمیده که اساساً عشق چیست، آفریدن چیست، اشتیاق چیست، دیگه اینا براش معنی نداره. یعنی مرگ خدا براش تعبیر شده به این که حالا همه چیز مجازه، تعبیر شده به بی اخلاقی. اینو ما در انسان مدرن به خصوص در یک طبقه روشنفکر خیلی میبینیم. میگه زمین کوچک شده است و به روی آن واپسین انسان در جست و خیز است، انسانی که همه چیز را کوچک میکند. نسل او همچون پشه فنا ناپذیر است، واپسین انسان درازترین عمر را دارد. اینجا هم داره تاکید میکنه که این انسان‌ها به شدت زیاد شدن، انسان‌های غالب زمانه ما هستند، انسان‌هایی هستند که نسلشون ادامه خواهد داشت و همینطور در حقیقت تاریخ رو پر خواهند کرد و میگه که اینها درازترین عمر رو دارن. یعنی به نوعی شاید هم از اول هم بودن، یعنی یه همچین انسان‌هایی
بودن که به یک چنین وادی نیهیلیسمی فرو غلتیدن و همچنان هم خواهند بود و چه بسا تو نسل‌های آینده هم خواهد بود. به خاطر همین میگه که درازترین عمر را دارن و همچون پشه فناناپذیر هستند. میگه همه چیز رو هم کوچک میکنه، یعنی همه چیز رو خار میشماره، همه چیز رو بی‌معنا میشماره. ما خوشبختی را اختراع کرده ایم، واپسین انسان‌ها چنین میگویند و چشمک میزنند. یعنی گمان این واپسین انسان‌ها، گمان این انسان‌های مدرن این هستش که به خوشبختی دست پیدا کردن، سعادت رو دست پیدا کردن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون نظام اخلاقیاتی کهن رو کنار گذاشتن، مرگ خدا رو باور کردن اما هیچ چیز رو جایگزینش نکردن، رسیدن به ایده این که مثلا همه چیز مجاز است و خب میشه دیگه در واقع بدون هیچ گونه انقیاد، بدون هیچ گونه تقیدی به اخلاقیات در واقع به قول معروف خوش بود دیگه، شاد بود دیگه. اما این خوشی و این شادی با اون خوشی و شادی که نیچه در ابر انسان سراغ داره، این با اون فرق داره. اینجا در حقیقت ایده‌ای که ابر انسان از واپسین انسان از خوشبختی میفهمه یک نوع لذت گراییه و این با اون شادی درونی و عمیق و دیونیزیوسی که نیچه ازش صحبت میکنه فرق داره. میگه آنان مکانهایی را که زندگی در آنها دشوار است رها کرده اند، زیرا انسان به گرما نیاز دارد. هنوز همسایه را دوست می‌دارند و خود را بدون می‌سایند، زیرا انسان به گرما نیاز دارد. اینجا هم میگه انسان‌ها یک ویژگی که بچه‌ها در واپسین انسان یا انسان مدرن نیچه بهش نقد داره عافیت طلبیه. یعنی یکی از ویژگی‌هایی که تو اطراف ما تو زندگی ما هم خیلی زیاده. گویی انسان جدید همش دنبال عافیت طلبیه، دنبال تناساییه، حالا فراتر از تنبلی، حتی دنبال یک جور عافیت طلبیه، این که همیشه یک فضای آروم و یک حیطه امنی داشته باشه و ملاکش برای ارزیابی چیزها اینه که اون چیزها چقدر برای انسان رو دچار سختی میکنه. به خاطر همین میگه از مکان‌های که زندگی در اونها دشواره رها شدن، اومدن از روستاها و کوهستان و مکانهایی که سخته اومدن رها شدن، اومدن به جاهایی که حالا زندگی درش راحت تره. اینجا نگاه نیچه اینه که واپسین انسان در حقیقت دنبال چیزی که براش مهمه عافیت طلبیه. حتی وقتی میگه همسایه، میگه هنوز همسایه رو دوست میداره. میگه حتی وقتی همسایه خودش هم دوست داره و از همزیستی مسالمت آمیز حرف میزنه، اونم از ترس از همسایه میاد. یعنی واکنش منشأش یک نیروی کنشگرانه و نیستش، منشأش باز یک نیروی واکنشگرانه است، به این دلیل که از همسایه خودش میترسه، بنابراین مجبوره که باش دوستی برقرار بکنه، مجبوره باش دست بده، مجبوره باش محبت بکنه که به قول معروف اون عافیت رو بتونه، اون زندگی راحت بدون خطر رو بتونه برای خودش فراهم بکنه. چرا؟ چون به گرما نیاز داره. میگه انگیزش برای همسایه دوستی، انگیزش برای اینکه دیگران رو دوست داره این نیست که واقعا اونها رو دوست داره، به خاطر اینه که به گرما نیاز داره. اینجا تمثیلی داره میگه گرما رو، یعنی اینکه به خاطر اینکه به آسایش خودش فکر میکنه، به راحتی خودش فکر میکنه، وگرنه این دوستی از سر خلوص نیستش. بیمار گشتن و بدگمان بودن را گناه میشمارند و با پروا گام برمیدارند. بچه یه نکته هم یادم رفت بگم، اینجا یک اشاره‌ای تو اون همسایه هم دوست داره، اشاره‌ای به انجیل هم داره دیگه. یکی از اشاره‌ای به عهد عتیق داره. یکی از مفاهیم کلیدی عهد عتیق همون 10 فرمان هستش که میگه همسایه خودت را دوست بدار دیگه. اینجا نیچه داره یک گریزی هم به این میزنه، میگه که دو نوع همسایه دوستی رو نیچه نقد میکنه. یکی از اون همسایه دوستی که تو مسیحیت ما میبینیم که در واقع به قول معروف از خدا دوستی میاد، یعنی از این انگیزه میاد که چون خدا رو دوست داری باید همسایت رو دوست داشته باشی، چون قراره بهت یه بهشتی بدن باید همسایت رو دوست داشته باشی. یعنی اونجا هم تو اون نگاه که توی عهد عتیق و حالا به نوعی عهد جدید وجود داره، تو اون نگاه دینی باز هم دوستی همسایه از سر دوست داشتن خود همسایه نیست، باز هم یک هدفی غیر از خود همسایه دوستیه، اونو نقد میکنه. اینجا هم داره همسایه دوستی ابر انسان رو، همسایه دوستی واپسین انسان یا انسان مدرن رو نقد میکنه. میگه همسایه دوستی واپسین انسان از جنس همسایه دوستی اون همسایه دوستی که تو عهد عتیق هست نیست.
ولی باز هم همسایه دوستی واقعی نیست. اینجا هم از سر این که خودش یه آسایشی داشته باشه، خودش به یک عافیتی برسه، همسایه رو دوست داره. چون که اگر با همسایه خودش دشمن باشه، اون حریم امن خودش رو از دست میده. بیمار گشتن و بدگمان بودن را گناه می شمارند. این باز هم اشاره‌ای داره به چی؟ اشاره‌ای داره به عافیت طلبی. این که بیماری و بدگمانی و شک و تردید و بدبینی و این چیزا باعث رنج آدمیه. اینها گناهه، اینا رو باید بذاریم کنار و با پروا گام برمی‌دارن. خیلی انسان‌های محافظه‌کار و مراقبی هم هستن. انسان مدرن آسه میره آسه میاد، بلکه یک آسیبی مثلا بهش وارد نشه دیگه. خیلی انسان جدید انسان سوسول و محافظه‌کاری اساساً دیگه، یعنی از هر گونه بی‌پروایی دوری میکنه، از هر گونه خطری دوری میکنه، از هر گونه شک و بدبینی دوری میکنه و تمام اینها فقط از روی عافیت طلبیه. دیوانه است آن که هنوز بر سنگ‌ها یا بر آدمیان در می‌غلطد. این هم باز اشاره بر همون نگاه محافظه‌کارانه واپسین انسان داره. گهگاه اندکی زهر که رویاهای خوش میزاید و سرانجام زهر بسیار برای مرگی خوشایند. میگه بیمار گشتن و بدگمان بودن را گناه میشمارند و پروا گام برمی‌دارند. دیوانه است آن که هنوز بر سنگ‌ها یا بر آدمیان در می‌غلطد. گهگاه اندکی زهر که رویاهای خوش میزاید و سرانجام زهر بسیار برای مرگی خوشایند. هنوز کار میکنند، زیرا کار مایه سرگرمی است، اما میپایند که این سرگرمی توان فرسا نشود. میگه هنوز هم اینها دنبال کار هستن، یعنی دنبال این هستن که یک شغلی دارن و اینها، اما این کار براشون از این جهت به معنای کار معنا داره که سرگرمشون میکنه و دائما مراقبت میکنن که این کار کردنه باعث توان فرساییشون نشه. به این معنا که باز همون نگاه عافیت طلبی و اینجا داره نیچه نقل میکنه. میگه کار کردنشون هم از روی سرگرمیه و خیلی هم مراقبن که این کار به قول معروف توان فرساشون نکنه. گفتم نیچه به کار اهمیت میده و اساساً یک نگاه پراگماتیک داره به زندگی و معتقد هستش که اون فضیلتی که در عمل بتونه خودشو نشون بده. اما به اون کاری که صرفاً فقط برای کار کردنه، یعنی فقط برای سرگرمیه، به اون هم نقد داره. به اون کاری که منجر به انسان سازی نشه، به اون هم نقد داره. و اینجا باز انسان مدرن رو داره نقد میکنه که کارش هم از روی سرگرمیه و صرفاً دنبال خوشیه. به کار علتی هم که کار میکنه باز اینه که یه جور لذت براش فراهم میکنه و خیلی هم مراقبت میکنه که هر جا هم این کار براش سخت باشه سعی میکنه که ازش دوری بکنه. باز هم اینجا یه جور عافیت طلبی رو نقد میکنه. دیگر نه کسی توانگر میشود نه کسی تهیده است. من متنم بیارم بالا که دوستانم ببینن. دیگر نه کسی توانگر می شود نه تهیده است، که این هر دو بار گرانند. چه کس دیگر می خواهد فرمان روا باشد و چه کس فرمان بردار، که این هر دو بار گرانند. داره میگه اون نظام طبقاتی کهن که یکی توانگر بود یکی تهیده است، اون نظام طبقاتی سنتی رو داره نقد میکنه که یکی فرمان روا بود یکی فرمان بردار. میگه دیگه اون نظام وجود نداره و انسان ها از روی عافیت طلبی نمیخوان توانگر باشن نمیخوان تهیده است باشن. انسان های میان مایه‌ای شدن. میان مایگی باز یکی از مفاهیمیه که نیچه خیلی نقدش میکنه و معتقده که انسان مدرن به نوعی انسان میان مایه است. انسانیه که نه این ورو میگیره نه اون ورو میگیره، به صورت محافظه‌کارانه وسط حرکت میکنه. اصطلاحاً انسان وسط بازیه. میگه نمیخواهد فرمان روا باشد، میگه چه کس دیگر میخواهد فرمان روا باشد و چه کس فرمان بردار. چون هر فرمان روا بودن و فرمان بردار بودن این ویژگی طبقه بورژوا دیگه، طبقه متوسط شهریه. این ویژگی به نوعی میشه گفت ویژگی انسان مدرنه که نمیخواد اون دغدغه ها و اون مسئولیت پذیری فرمان روا بودن و سرپرست بودن رو به دوش بکشه. نمیخواد در واقع اون باز هم سختی ها و مهنت فرمان بردار بودن رو به
جان بخره. هر دو میگه اینا هر دو بار گرانند. یک رمه بی هیچ شبان، همه یکسان میخواهند و همه یکسانند. هر که جز این ببیند به پای خیش به تیمارستان میرود. باز اینجا میگه یک رمه بی هیچ شبان. اگر انجیل رو خونده باشید، یکی از ترجیبندهای انجیل همش توصیف این هستش که مردم یک گله‌ای هستند و عیسی چوپان این گله است که قرار این گله رو هدایت بکنه. خب نیچه مخالف این روی کرده اخلاق بردگی و اخلاق گله‌ای هستش در انجیل. میگه که این روی کرده که میخواد بالای سر انسان شبان بذاره و نگاهش به انسان این هستش که انسان رمه هستش و انسان گله هستش، همون رویکرد اخلاقیات سنتیه که مبتنی بر اخلاق بردگیه. نیچه خب مخالف اینه، اما واپسین انسان هم مخالفشه. میگه واپسین انسان نمیخواد از این گله بیرون بزنه، چون نیچه میگه اساسا باید از این گله بیرون زد، یعنی نباید با این گله همراه شد، باید زد زیر میز کلا. باید اصلا این مفهوم گله رو از بین برد. این گله‌ای که یک چوپان داره، نگاه تو نظام‌های توتالیتر، نظام‌های دیکتاتوری اینطوری هستش دیگه. مردم یک توده‌ای هستند که حالت رعیت دارند و بالا سرشون حالا یک کسی وایساده که این چوپانشونه، این شبانشونه. دیکتاتورها اینطوری هستند دیگه، مردم گله‌ان، ما چوپان هستیم و اینها میخوایم اینها رو هدایتشون بکنیم و اینها رو حالا رستگارشون بکنیم. خب نیچه مخالف اینه و میگه باید از این گله بیرون زد. اصلا کل این مناسبات رو باید به هم زد که یکی حالا اصلا گله‌ای وجود داشته باشه. اما واپسین انسان هم نقد میکنه، میگه واپسین انسان همچنان پیرو اخلاق بردگیه، منتها مشکلش فقط با شبانه، مشکلش فقط با چوپانه. میگه یک رمه بی هیچ شبان. چیزی که واپسین انسان میخواد اینه که یک گله‌ای باشه که منتها هیچ چوپانی نداشته باشه، یعنی خواهان از گله بیرون زدن نیست، همچنان اخلاقش اخلاق گله‌ای، اخلاق بردگیه. همه یکسان میخواهند و همه یکسانند. یک نقدی هم که نیچه داره در واقع یکی از ویژگی‌های عصر مدرن هم اینه دیگه، یکسان انگاریه، به قول معروف همسان انگاریه. یعنی همه یک نیروی وجود داره در مدرنیسم که میخواد همه رو شبیه هم بکنه، همه انسان‌ها رو شبیه هم بکنه و این رو اتفاقا به اشتباه برابری میدونه. هر که جز این ببیند به پای خیش به تیمارستان میرود. یعنی کسی که به غیر از این باور داشته باشه، نظام چیزی که مثلا الان به عنوان دموکراسی وجود داره در غرب و حتی در شرق، اینه دیگه، یک نگاهی مبتنی بر همسان نگری مدرن. یعنی باز همه نگاهش به مردم نگاه گله است، گله‌ای که باید همه شبیه هم باشن، منتها دیگه چوپانی وجود نداره. یعنی منطق باز همون منطق گله باوری هستش، همون همسان نگری هستش. کسی و ویژگیش هم اینه، کسی بیاد بگه آقا من با این رویکرد مخالفم، میگم این میشه اساسا تو مثلا همچین نگاه دموکراتیکی رو قبول نداشته باشی، اینجا فکر میکنن که دیوونه هستی، باید بری تیمارستان. میگه هوشمندترینشان میگوید، میگه حالا اونی که باهوشترینشونه تو این واپسین انسان‌ها چی میگه؟ میگه پیش از این جهانیان همه دیوانه بودند و چشمک میزنند. میگه که حالا مثلا هوشمندترینشون که یه ذره مثلا نسبت به بقیه بیشتر میفهمه، میگه که تا قبل از این همه مردم ها که پیرو این دیدگاه نبودند، همشون دیوونه بودن، همشون زندگی رو نفهمیده بودن، همشون پیرو یک سری در واقع مسائل هیچ و پوچ بودن و خوشبختی و لذت زندگی رو درک نکرده بودن. شکل واقعی زندگی همینه. میگه باز چشمک میزنه، یعنی باز خیلی موزیانه دنبال همدست میگرده که ای تاییدم بکنه. دیدید بعضیا باشون مثلا صحبت میکنی و مصاحبه میکنن و اینها، مثلا یه نگاه به دوربین میکنن چشمک میزنن، یا یه نگاه به نفر بغلیشون چشمک میزنن، خودشون مثلا مشخصه اینجا دیگه یک نگاه مزورانه‌ایه که دنبال همدست میگردن. زیرکند و از هر چه تاکنون روی داده است با خبرند. یکی از ویژگی‌هاشون همینه، خیلی زیرکند. زیرک بودن به معنای اینکه خیلی موذی‌اند. میگه زیرکند و از هر چه تاکنون روی داده است با خبرند.
پس بر همه چیز خنده میزنن. خیلی هم اتفاقا میدونن از چیزایی که اتفاق افتاده هم میدونن، ولی نگاهشون اینه که به همه این چیزها رو به سخره میگیرن، میخندن، به هیچ اخلاقیاتی معتقد نیستن، به هیچ با نظام باورها و ارزش‌هایی معتقد نیستن، همه چیز رو در واقع بهش میخندن. هنوز با هم میستیزند اما زود با هم میسازند، مبادا معده‌هایشان خراب شود. هنوز هم گاهی اوقات با هم دیگه بحث میکنن، اما این بحث‌ها و جدل‌ها بیشتر سوری و فیک هستش، به خاطر اینکه اینها در نهایت یک جور عافیت طلبی رو میجویند. گاهی اوقات هم که با هم دیگه دعوا میکنند برای اینه که حالا یا خودشون رو سرگرم بکنن یا اینکه حالا هدف حالا مزورانه ای دارن. خیلی خوب نیچه بچه‌ها داره عصر مدرن رو، انسان مدرن رو در قالب واپسین انسان توصیف میکنه و به ما نشون میده انسان عافیت طلبی که در حقیقت هدفش در زندگی همه چیز رو مجاز میدونه، دوچار یک جور لذتگرایی و فایده باوریه، همه چیز رو در فایده و لذتش میجویه. گاهی اوقات هم که اگه مثلا کاری میکنه به شغلی میپردازه یا گاهی اوقات با هم دیگه هم وقتی دعوا میکنن و اینها هم صرفا از روی سرگرمی، هدف کنشگرانه‌ای پشتش نیست و اگر هم خیلی طولانی بشه و زیاد بشه و کش پیدا بکنه سریع بهش خاتمه میدن، مبادا اون آسایش و عافیتشون به خطر بیفته. خوشی‌های کوچک روزانه‌ای دارند و خوشی‌های کوچک شبانه‌ای، اما نگران تندرستی خیش نیز هستند. یه به قول معروف خوشی‌هایی هم دارن، یه میی هم میزنن شبا، یه روزا هم یه کارایی میکنن، یه خطراتی هم میکنن، به قول معروف یه ماجراجویی هایی هم میکنن، اما در واقع همچنان نگران تندرستی خیش هم هستن. یعنی در نهایت اون عافیت طلبی از همه چی براشون مهمتره. بچه‌ها یه چیزی که تو ابر انسان، حالا من بعدها در ادامه توضیح خواهم داد که خیلی مهم هستش، ویژگی قهرمانگری ابر انسان. یکی از ویژگی‌های اخلاق ابر انسان مبتنی بر قهرمانگریه. قهرمانگری یعنی چی؟ یعنی اینکه انسانی که صرفاً صاحب فضایل نیک نیست، بلکه صاحب این شجاعت و این توانگری هست که بتونه اون چیزی که حقیقت هست رو در واقع بهش عمل بکنه و اون چیزی که دروغ هستش رو انکار نکنه و به قول معروف قهرمان باشه، صاحب یک شجاعتی باشه، صاحب یک در واقع اهل ریسک باشه، بتونه خطر بکنه و عافیت و آسایش خودش رو بر عدالت و حقیقت ترجیح نده. این ویژگی ابر انسانه. اما میگه واپسین انسان دائما نگران آسایش و لذت خودشه. اونجایی هم که پای حقیقت و عدالت وسط بیاد، تا اونجایی که آسایشش و لذتش رو به خطر نندازه با حقیقت و عدالت به قول معروف هم نوایی میکنه. اما کافیه در حقیقت دفاع از حقیقت و دفاع از عدالت بخواد یه خورده حریم امنش رو به هم بزنه، سریع میخزه تو لونش و دیگه اساساً خودش رو اون حریم امنش رو ترجیح میده و هر گونه حقیقت و عدالتی هم ممکنه ذبح بکنه برای آسایش و عافیت خودش. این بود که دیگه یک چیز معمولی هستش که ما خیلی دور و بر خودمون میبینیم دیگه. تو این یه ویژگی انسان مدرنه که خیلی دم از حقیقت و عدالت میزنه. برید تو اینستاگرام ببینید، همه میان پست میذارن، همه استوری میذارن، آی جنگل فلانجا سوخت، آی فلانجا تو غزه این شد، آی فلانجا تو اوکراین اینطوری شد و فلان، ولی همش تو اینستاگرامه، همش تو فضای مجازیه. چرا؟ چون هیچ خطری براشون نداره. کسی بلند نمیشه مثلا بره اوکراین، کسی بلند نمیشه بره غزه، کسی مثلا بلند نمیشه مثلا بره، خیلی کم پیدا میشن کسایی که برن تو میدون بخوان مستقیم عمل بکنن. چرا؟ چون حریم امنشون رو به هم میزنه، اون عافیت و آسایششون رو به هم میزنه. اما اینستاگرام خطری نداره، یه پست میذاریم میگیم خب ما هم از عدالت دفاع کردیم، ما هم از حقیقت دفاع کردیم، وجدان خودش رو راحت نگه میداره، میخزه تو لونه خودش. این نیچه نقدش اینجا به این انسان ها هستش که میگه چیزی که براشون مهمه آسایش خودشونه، راحتی و عافیت خودشونه، جایگاه خودشونه، پست خودشونه و یه جاهایی هم میان بیرون از حریم امنشون و یه سر و صدایی میکنن، اما تا اونجایی که براشون خطری نداشته باشه. بریم جلوتر.
میگه ما خوشبختی را اختراع کرده ایم. باز هم همون شعار قدیمی انسان مدرن، یعنی ما خوشبختی رو اختراع کردیم، ما فهمیدیم لذت چیه، که اشاره داره به همون لذت جویی و عافیت طلبی و فایده باوری. واپسین انسان ها چنین میگویند و چشمک میزنند، دنبال همدست میگردن. چرا؟ چون اگه زیاد شن میتونن ثابت کنن که حرف ما حقه. این همون فاشیسم توده است دیگه. اون همون چیزیه که ما به علت اینکه زیاد هم هستیم، حالا همدست زیاد داریم، پس حرفمون هم حرف درستیه. این در قالب چشمک زدنه. هی چشمک میزنن تا همدست پیدا بکنن. اینم با ماست، ببین اینم با ماست. چشمک میزنن، به دوربین نگاه میکنه، حرفشو میزنه، یه چشمک هم تهش میزنه. این ببینید مردم هم با من این شکلی. و این نخستین گفتار زرتشت که آن را پیش گفتار نیز نامیدند پایان گرفت، زیرا در اینجا غوغای شادی جمعیت رشته کلامش را گسست. اینجا دیگه حرف موعظه زرتشت تموم شد. چرا؟ به خاطر اینکه یهو جمعیت شروع کردن شادی کردن. چه اتفاقی افتاده؟ آنان فریاد زدند زرتشت این واپسین انسان را به ما ارزانی دار، ما را به صورت این واپسین انسان ها درآر تا ما ابر انسان را به تو ارزانی داریم. خیلی خیلی واقعا اینجا دیگه جوک هستش. زرتشت اومده از در واقع ویژگی‌های واپسین انسان رو به اینا گفته که بگی ببین واپسین انسان چه هیولاییه، واپسین انسان چه انسان زیرک و مزور و عافیت طلبیه. بعد اینا اتفاقا چون ویژگی خودشون رو توصیف کرده خوششون اومده، میگن این عجب واپسین انسان عجب چیزیه، اینو به ما ارزانی بدار، ما خودمون ابر انسان رو به تحویل میدیم. سپس مردم همگی غریو شادی کشیدند و هلهله کردند. باری زرتشت غمگین شد و با دل خود گفت آنان مرا در نمی‌یابند، من دهانی بهر این گوش ها نیستم. گویا دیر زمانی در کوهستان زیستم و بسی به جویباران و درختان گوش سپردم، حال با آنان چنان سخن میگویم که با بزچرانان. میگه که اصلا اینا منو درک نمی‌کنن، یه جوری در واقع با اینا سخن میگم که انگار دارم با بزچرانان سخن میگویم. روانم آسوده است و روشن چون کوهسار بامدادی، اما آنان سردم میپندارند و سخره‌گری با شوخی‌های ترسناک. اکنون مرا مینگرند و خندانند، اما با آن خنده از من بیزار نیز هستند، خنده هایشان سرد است. خب اینم بند 5 بود که اینجا به پایان رسید که موضوعش واپسین انسان بود. الان یک نگاهی کلی به واپسین انسان پس پیدا کردیم. واپسین انسان یک چیز خارتر و تحقیرآمیزتر و خطرناکتر از اون انسانیه که پیرو به اخلاقیات سنتی بود. یعنی الزاماً کسی که مرگ خدا رو باور میکنه و اون نظام اخلاقیات سنتی رو کنار میذاره به ابر انسان نمیرسه، به انسان آزاده و رها تبدیل نمیشه. اتفاقا ممکنه به یک چیز بسیار بسیار خطرناکتری تبدیل بشه. الزاما ممکنه یکی از صورت‌های پوچگرایی و نیهیلیسم در اون بارور بشه. پس واپسین انسان مرگ خدا رو باور کرده، اما گفتیم مرگ خدا شرط لازمه، شرط کافی نیست. اولین خطری هم که در کمین واپسین انسانه چیه؟ پوچگرایی، نیهیلیسمه. یعنی به یک پوچگرایی رسیده، به یک جور بی اخلاقی رسیده. مرگ خدا براش به معنی بی اخلاقی تعبیر شده. حالا همه چیز مجاز است. اگر راه ابر انسان را اما پیش نگیره واپسین انسان، چیزی بدتر پس در انتظار انسان خواهد بود. پس هیچ راه دیگه ای انسان نداره. وقتی خدا باوری رو گذاشتی کنار، وقتی اون نظام اخلاقیات سنتی رو گذاشتی کنار، باید خدای جدید تو پیدا بکنی. باید یک خدای جدیدی رو بیافرینی. باید خدای واقعی رو پیدا بکنی. خدای واقعی که همنوا با نیروهای زندگیه. خدای واقعی که از دل خود زندگی در میاد، نه یک خدای واهی پوچ بتوارانه. اگر نتونی خدای جدید رو پیدا بکنی، اگر نتونی نظام اخلاقیات جدیدی برای خودت پیدا بکنی که نظام اخلاقیاتی مبتنی بر خود زندگی هستن، خود نیروهای زندگی هستن، مبتنی بر خواست توانن، مبتنی بر خواست ابر انسانند، یک چیز خیلی بدتری در انتظارته. اون چیه اون چیز بدتر؟ اون چیز سقوط هولناکه. اون چیز یک نمونهش واپسین انسانه. یک نمونهش انسان پوچ و انسان نیهیلیستیه که حالا به یک بی اخلاقی رسیده و فقط صرفاً دنبال لذت جوییه.
در همه چی دنبال فایده میگرده. اگر انسان دیگری رو دوست داره، اگر همسایه‌اش رو دوست داره، به این خاطر دوست داره که همسایه‌اش میتونه براش یه کاری بکنه، یه فایده‌ای براش داشته باشه، یه لذتی براش داشته باشه. اگر میره دنبال شغل، میره دنبال کار، به صرف باز هم لذت و فایده و سرگرمی و حالا یه پولی و چیزی این وسط هستش. اگر فلان خطری رو میکنه، فلان ریسکی رو میکنه تا اونجا. اگر دنبال حقیقت و عدالت هستش، تا اونجاییه که عافیت و حریم امنش رو به هم نزنه. انسان و پس بنابراین یکی از عواقب مرگ خدا اینه، اگر نتونی خدای واقعی رو پیدا بکنی، اگر نتونی به ابر انسان برسی. گفتم نیچه همونقدر که با اون خداباوری به قول معروف ارتجاعی متحجرانه سنتی مشکل داره و مخالفه و اون رو واکنشگرانه میدونه، یعنی اون خداباوری که زندگی رو ذبح میکنه به پای امر موهوم، همونقدر که با اون مخالفه، با این خدا ناباوری به قول معروف که به هیچ نظام اخلاقیاتی جایگزینش نمیکنه، با این هم مخالفه. این معتقده که به یک جور نیهیلیسم و پوچی ختم میشه، به یک جور بی‌معنایی ختم میشه. باید از این هم فاصله گرفت، به یک جور ویرانگری، به یک جور خودویرانگری، ممکنه حتی به خودویرانگری، به خودکشی ختم بشه. باید از این هم برحذر بود. پس واپسین انسان همون کسیه که به پوچی و بی‌معنایی رسیده، از طریق رد خدا میتونه از روی یک نکته‌ای که وجود داره اینه که مرگ خدا، من همیشه میگم بی خدایی دو منشأ داره، یه منشأ مثبت داره، یه منشأ منفی داره. رد خدا میتونه از روی مثبت خواهی باشه، میتونه از روی منفی خواهی باشه. واپسین انسان این دومی است، یعنی خدا رو مزاحم میبینه. بچه‌ها این خیلی مهمه. یکی میبینی به آتئیسم رسیده، به بی خدایی رسیده. چرا رسیده؟ چون خدا رو مزاحم خودش دیده، خدا رو مزاحم کاراش دیده. میخواسته مثلا یه کاری بکنه، میدیده که خدا مزاحمشه، خدا گفته نکن. میخواسته یه کاری بکنه، به خاطر همین نیچه میگه اون انسان زیاده انسانی، اون انسانی که هنوز خدا باور هستش، بهتر از واپسین انسانه. باز اون انسان خدا باور یک سری اصول و فیلترها داره، هرچند خب نیچه با اونم مخالفه، اما میگه که این انسان خدا ناباور میگه اون اصول و فیلترها هم نداره. بنابراین بی خدایی میتونه دو منشأ داشته باشه. یک نوع بی خدایی از اینه که انسان خدا رو مزاحم خودش میدونه، حالا برای اینکه همه چیز مجاز بشه، بتونه هر کاری دلش میخواد بکنه، به خدا ناباوری میرسه. یک سری از انسان‌های آتئیست همینه، یعنی در حقیقت منشأ آتئیسمشون از طریق یک جور نیروهای واکنشگره، نیروی کنشگر و سازنده نیست. پس واپسین انسان دنبال چیه؟ دنبال عافیت، دنبال آسایشه. چرا خدا رو کنار گذاشته؟ چون خدا مزاحم عافیت و آسایشش بوده. اینو خیلی توجه داشته باشید. پس واپسین انسان نیرویی که درش به بیان در میاد نیروی ویرانگره، نیروی واکنشگرانه است، نیروی کنشگر و خلاقانه نیست، ارزش‌های جدیدی رو نمیآفرینه. واپسین انسان پس از طریقی اون نظام اخلاقیاتی کهن و کنار میذاره، اما در حقیقت یک جو بی اخلاقی رو جایگزینش میکنه. اون اخلاقهای چهارگانه‌ای رو یادتونه صحبت کردیم جلسه قبل، گفتم نظام اخلاقیاتی کهن به 4 نوع نظام اخلاقی معتقد بود، اما وارونه فهمیده بود اونا رو. فرزانگی یا معرفت بود، اعتدال بود، شجاعت بود و عدالت بود. چیزی که در واپسین انسان وجود داره اینه که واپسین انسان میاد این 4 فضیلت رو کنار میذاره. اگر اون انسان سنتی اون 4 فضیلت رو وارونه فهمیده بود، واپسین انسان این 4 فضیلت رو میاد میذاره کنار، یعنی به نوعی عقیمشون میکنه، اختشون میکنه. فرزانگی مثلا براش تبدیل میشه، معرفت تبدیل میشه براش به یک بی‌علاقگی متکبرانه و کلبی مسلکانه، یعنی بیشتر پناه میبره به پیش‌داوری ها و عقاید حاضر و آماده. معرفت براش اینطوری میشه. این یکی از ویژگی‌های انسان مدرنه بچه‌ها، چه بسا در خود ما هم وجود داشته باشه. یعنی به جای اینکه واقعا دنبال فرزانگی باشیم، واقعا فکر بکنیم، دنبال اندیشه باشیم، رویکرد انتقادی داشته باشیم در معرفت اندوزی، پناه میبریم به یک سری حقایق حاضر و آماده. اونم حقایق حاضر و آماده‌ای که بتونن عافیت طلبی ما رو توجیه بکنن.
یعنی در واقع برای حقیقت و فضیلت و معرفت مبارزه نمی کنن، نمی جنگن، پناه میبرن به یک سری حقایق از پیش آماده. شجاعت براشون در واقع حالا یکی از فضیلت‌های خیلی مهم ابر انسان هستش، ولی شجاعت براشون تبدیل میشه به یک سرگرمی. یعنی یک پناه میبرن به یک سری ریسک های خیلی کوچولو، یه سری خطراتی هم میکنن، حتی شاید مبارزه سیاسی هم بکنن، نمیخوام بگم مثلا چیزی، یه موقع میان مبارزه سیاسی هم میکنن، اما از خودشون فراتر نمیرن. این خیلی نکته مهمیه. یکی میبینی که خیلی سر و صدا میکنه، مبارزه هم میکنه، در قالب مثلا عدالت اجتماعی مبارزه سیاسی هم میکنه، اما باز نیرویی که درش به بیان در اومده نیروی واکنشگره. شجاعت در وهله اول از نظر نیچه جنگیدن با خوده. یعنی اون مبارزه، مثلا میبینی طرف مبارزه سیاسی میکنه، اما تو پشت قضیه وقتی نگاه میکنی باز میبینی که دنبال منافع خودشه، در خودش چیزی تغییر نکرده، در خودش چیزی تکون نخورده، صرفاً به اختلاف منافع برخورده. بنابراین شجاعت در وهله اول به معنای مبارزه جویی و از خود گذشتنه. اما واپسین انسان این رو یا در قالب یک سری ریسک های کوچولو فهمیده، یه پست اینستاگرام و اینجور چیزا، یا اینکه در حقیقت اساساً چیزی درش تغییر نکرده و صرفاً در جهت انتقام جوییه. اینم هست. یه موقع هست میبینی طرف شجاعت داره، خیلی کار مبارزه هم میکنه، خیلی هم در اصطلاح متحورانه جلوه میده، اما وقتی نگاه میکنی میبینی که انگیزه‌ای که درش وجود داره یک انگیزه واکنشگرانه است. یعنی مثلا به عنوان مثال انتقام جوییه، در خودش چیزی تغییر نکرده، در خودش چیزی تکون نخورده. اعتدال مثلا، اعتدال باز یک فضیلتیه. اعتدال رو با چی اشتباه میگیرن؟ با مواظبت، مراقبت. یعنی اعتدال برای واپسین انسان به عنوان یک ارزش، مثلا ارسطو خب اعتدال رو به عنوان یکی از فضایل اصلی برمی‌شمرد دیگه، اگر به خاطر داشته باشید. اونجا مثلا ارسطو میگفتش که سخاوتمندی به عنوان یک فضیلت چیست؟ سخاوتمندی ما بین خساست و ولخرجیه. بنابراین میگفت فضیلت اعتداله. اما این رو واپسین انسان اینطوری نفهمیده. اعتدال رو به معنای چی فهمیده؟ به معنای میان مایگی. من همیشه مثال میزنم، بعضی وقتا مثالای انضمامی میزنم برای اینکه بچه‌ها جا بیفته براش. مثلا این دولت تدبیر و امیدی که مثلا وجود داره، نمیخوام بگم که سیاسی کنم قضیه رو، و برای اینکه جا بیفته میگم، یادم اینا بیشتر میان مایه بودن تا اعتدالگرا، به معنای اینکه دور از افراط. نه، یه سری انسان‌ها میان مایه بودن، وسط باز بودن، حد وسط رو گرفته بودن تا نه از این ور بخورن نه از اون ور. انسان واپسین انسان هم از نظر نیچه همچین چیزیه. یعنی اعتدال رو با مواظبت و محافظه کاری اشتباه میگیره. گاهن نیچه از احتیاط غذایی حرف میزنه، میگه اینا فقط مراقبن یه موقع معده‌شون خراب نشه. در مورد عدالت هم همینه. عدالت رو خب چی تفسیر کردن؟ عدالت رو معمولا میگن به معنی اینکه هر کسی جای خودش قرار بگیره دیگه. اون کسی که صاحب توان هست، یه معنی خاص قدرت اینه دیگه. نه، خاص قدرت به این معنی نیست که اون کسی که صاحب قدرت هستش بتونه سلطه‌گری بکنه. به این معنیه که خاص توان یعنی اون کسی که توان یک کاری رو داره در سر جای خودش قرار بگیره. خاص توان یک معنیش در معنای عدالت اینه که اون کسی که صاحب توانه بتونه به حق خودش برسه. توان مساویه با حق، قدرت مساویه با حق رو باید اینطوری فهمید. به این معنای زور مساویه حق نیست. قدرت مساویه حق مساویه با توان مساویه با حق. یعنی اون کسی که توان یک کاری رو داره، یک استعداد و برتری رو داره، حقشه که بهش تعلق بگیره. اما در واپسین انسان ایده برابری مطرح میشه، یعنی در واقع عدالت به معنای برابری تفسیر میشه، و این ویژگی دموکراسی هم هستش و این ویژگی نظام‌های در واقع مدرن هم هستش. در حقیقت عدالت اینجا به خاطر این نیست که هر کسی به حق خودش برسه. برابری به خاطر چیه؟ برای اینکه در واقع انسان‌ها به خاطر آسایش و عافیت طلبیشون از رقابت گریزانن، نمیخوان رقابت بکنن، میان میگن آقا برابری،
همه چیز باید برابر باشه. و تو که اصلا حقت نیست به همچین چیزی برسی، چرا باید به تو همونقدر برابری بدم؟ یعنی برابری رو اتفاقا جعل کردن برای اینکه اون کسی که صاحب توان هستش رو بیارن تو حد خودشون بشونن، چه بسا اون بزنن تو سرش. بنابراین واپسین انسان عدالت رو هم یه همچین چیزی میفهمه، چون از رقابت کردن از خواست توان گریزان هستش، عدالت رو میاد به معنای برابری ترجمه میکنه، میگه که خب حالا باید همه در واقع به صورت مساوی همه چی براشون تقسیم بشه. این یکی دیگه از ویژگی‌های واپسین انسانه. خب خیلی طولانی شد بند 5. من خب از اونجایی که تلاش میکنم خیلی مسئله رو باز بکنم یه ذره طول میکشه. بند 6 کوتاهه، اجازه بدید من بند 6 هم بخونم و بعدش بند دیگر رو بذاریم برای جلسه بعد. بند 6 میگه اما آنگاه چیزی روی داد که هر دهان را فرو بست و هر چشم را خیره کرد، زیرا در این میان بندباز کار خیش آغاز کرده بود. او از دریچه بیرون آمده بود. بچه اجازه بدید بند 6 رو من بذارم برای جلسه بعد، چون که باید بیام بندباز رو توضیح بدم که بگم اینجا بندباز نماد و سمبل چیه، بیام بگم دلقکی که میاد بندباز رو میندازه نماد و سمبل چیه، و اینکه یک صورتبندی جدیدی اینجا از انسان تعریف میشه که نه واپسین انسانه نه ابر انسانه، که انسان بندبازه، که اینو من اجازه بدید جلسه بعد بازش بکنم، چون اگر الان باز بکنم باز خیلی طول میکشه. اگر سوالی چیزی هستش بنده در خدمت هستم، اگر نه که امروز این جلسه رو تموم بکنیم و جلسه بعد بپردازیم به ادامه قضیه. خب بازم ما علیرغم اینکه میخواستیم پیشگفتار رو تموم کنیم بازم موفق نشدیم، انقدر مفاهیم زیاد و باید توضیح بدم، این مشکلات متاسفانه پیش میاد، ولی اشکال نداره، حرفای خوبی زده شد که کمک میکنه که بعداً ما بتونیم مفاهیم بیشتری رو بهش بپردازیم. خب دوستان سوالی هستش؟